درود به شما دوستان عزیز. خب بعد از انجام بعضی کارها گفتم یه چند تا براتون جمله بنویسم، به دردتون میخوره. گوش کنید. Schlag ein. بزن قدش. Lass mich in Ruhe. راحتم بذار. Ich hab's nur gut gemeint. منظور بدی نداشتم. Nimm es mir nicht übel. از من به دل نگیر. Ich hole ein paar Bier. من یه چند تا بیر میرم بگیرم بیارم. Wer möchte mich abholen? کی میخواد بیاد منو ببره یا منو برسونه؟ منو بیاره، عوض میخوام. منو برسونه میشه wer möchte mich bringen یا fahren. مثلا nach Hause. Wer möchte mich nach Hause fahren? nach Hause bringen. کی میخواد منو برسونه خونه؟ Mir fehlt 20 Franken. من 20 فرانک کم دارم. Kannst du mir etwas Geld ausleihen? میتونی یه خورده به من پول قرض بدی؟ Ich lass das reparieren. میدم تعمیرش کنن. lass یعنی میدم. همون لت انگلیسیه. Ich werde am Wochenende mal richtig abschalten. من آخر هفته am Wochenende mal richtig یعنی درست حسابی richtig abschalten. میخوام خاموش کنم. خاموش خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نخواهم کرد. استراحت مطلق. بدین dich از خودت پذیرایی کن. بدین Sie sich از خودتون پذیرایی کنید. Mach es dir bequem راحت باش. Fühle dich wie zu Hause فکر کن خونه خودته. Du bist mir sympathisch ازت خوشم میاد. Ich hab dich gern دوستت دارم. Ich arbeite tagsüber من در طول روز کار میکنم. Ich mache regelmäßig Sport من به طور منظم و مرتب ورزش میکنم. Ich werde es irgendwie schaffen. یه جوری از پسش برمیام. Irgendwie یعنی یه جوری. Trotz der Probleme mache ich weiter. با وجود مشکل من ادامه میدم. Gib's auf. دورش خط بکش. بیخیالش شو. Gib nicht auf. وا نده. جا نزن. Hör endlich auf. بس دیگه. Ich will mit dem Rauchen aufhören. میخوام سیگار کشیدن رو قطع کنم. Rauchen میشه سیگار کشیدن. Aufhören میشه قطع کرد. Ich musste mit dem Studium aufhören. بایستی تحصیلات رو قطع میکردم. یعنی ادامه نمیدادم. Aus persönlichen Gründen. بنابر دلایل شخصی. Aus beruflichen Gründen. بنابر دلایل شغلی. Aus finanziellen Gründen. بنابر دلایل مالی. Aus Erfahrung sage ich. از روی تجربه میگم. Aus persönlichen Gründen konnte ich. بنابر دلیل شخصی نتونستم یا تونستم. konnte ich بعد جمله رو ادامه میدی. hin und zurück به بلیت رفت و برگشت میگن hin und zurück. einfach یعنی بلیت یه سره. به معنی واقعا و ساده هم میاد. ich bin müde خستم. hungrig گرسنمه. fix und fertig خاک شیرم. خستم. fit قبراقم. fix und fertig به معنی آماده هم میاد. ich bin fertig آماده هم یعنی کارم تمومه. آماده هم بریم. ich habe Schwein gehabt شانس آوردم. ich wollte blau machen خواستم جیم شم. Gottes Willen خدا مرگم بده. Ich habe Langeweile حوصله‌ام سر رفته. umso besser چه بهتر. مثلا طرف میگه من نمیام بعد میگه umso besser چه بهتر نیام. umso schlimmer دیگه هیچی. دیگه بدتر. مشقامو ننوشتم. چرا؟ خیلی بده. کفشام هم نیاوردم. دیگه بدتر. umso schlimmer. نه und مگه چی میشه؟ مثلا میگه fahren wir schwarz یعنی بدون بلیت بریم. بعد میگه نه گیر میافتیم. بعد میگه نه und خب مگه چی میشه؟ Ich schaffe es in 10 Minuten 10 دقیقه میرسم. مثلا توی ماشین مثلا نشستید میگه 10 دقیقه میرسم. Damit kann ich ja klarkommen. میتونم از پسش بر بیام. klarkommen mit فلان چیز یعنی از عهده چیزی بر اومدن. اون از عهده چیزی که برمیاد بعد میت میاد. اینجا چون حذفش کرده اون چیزه رو به جاش یه دا آورده. شده damit چسبونده به میت. einverstanden قبوله. abgemacht قبوله. به جاش میتونید abgemacht هم بگید. من ننوشتم اینجا یادم رفت. von mir aus یعنی اوکی باشه. از نظر من مشکلی نداره. von mir aus kannst du gehen. به نظر من تو میتونی بری. besuch mich mal یه سری به من بزن دیگه شطور. wirklich واقعا. eigentlich در واقع. richtig درست حسابی جانانه. verdammt لعنتی. basta کلمه اسپانیایی